صبح روز 15 فروردین 1360 یک پیام ویسیم از یکی از پادگان‌های نظامی در غربی ترین نقطه عراق به فرماندهی پدافند هوایی در بغداد مخابره شد. متن این پیام ویسیم این بود: چند فانتوم اسرائیلی به پایگاه‌های هوایی الولید حمله کردند و باعث نابودی 80% تجهیزات و هواپیماهای ذخیره نیروی هوایی عراق شدند. فرماندهان نظامی عراق خیلی زود جلسه فوق‌العاده‌ای تشکیل دادند تا وضعیت رو بررسی کنند و ببینند که چه اتفاقی افتاده. از بین رفتن پایگاه‌های الولید یعنی نابودی 60% از نیروی هوایی عراق. عراقی‌ها بیشترین و بهترین هواپیماهای جنگیشون رو به دورترین نقطه از ایران یعنی پایگاه‌های الولید انتقال داده بودند تا از حمله هواپیماهای ایران در امان بمونند. هیچ هواپیمای ایرانی در اون زمان نمیتونست فاصله 3000 کیلومتری مرز ایران تا پایگاه الولید رو بدون سوختگیری طی کنه. بنابراین ایده حمله ایرانی‌ها کاملا منتفی بود. ذهن فرماندهان عراقی پر از سوالات عجیب و غریب بود. آیا اسرائیل هم پیمان ایرانه که به ما حمله کرده؟ آیا اردن که پیمان دوستی با ما داره اجازه عبور هواپیماهای اسرائیلی رو داده؟ اگر ما با اسرائیل وارد جنگ شیم تکلیف جنگ با ایران چی میشه؟ ساعتی بعد یک خبر فوری از سیستم پدافند عراق رسید که فرماندهان عراقی رو حیرت زده کرد و همه چیز برای اونها روشن شد. سیستم رادار پدافند عراق 8 فروند جنگنده F4 ایرانی رو در نوار مرزی ترکیه و عراق شناسایی کرده بود. این هواپیماها بعد از انجام یک عملیات سنگین به کشورشون برمیگشتند. عملیاتی که بعدها به عنوان بی‌نظیرترین عملیات هوایی دنیا ثبت شد. این هواپیماها ایرانی بودند. فانتوم‌های ایرانی با خلبان‌های شجاعش همیشه پیروز میدان‌های هوایی بودند و این معادله برتری هوایی صدام را کاملاً به هم ریخته بود و میگ‌های روسی صدام یکی پس از دیگری منفجر می‌شد. هواپیماهای عراقی حتی در پایگاه‌های هوایی هم امنیت نداشتند. مسئولین نیروی هوایی عراق جلسه‌ای تشکیل دادند تا راه حلی پیدا کنند. اگه همینطور پیش می‌رفت دیگه هواپیمایی برای صدام باقی نمی‌موند. در این جلسه اونها به این نتیجه رسیدند که آشیانه هواپیماهای عراقی رو باید اونقدر از دسترس ایرانی‌ها دور کنن تا سوخت فانتوم‌های ایرانی به اونها اجازه نده که وارد خاک عراق بشن، هواپیماهای عراقی رو بزنن و برگردن. پایگاه‌های H3 در منطقه الولید در غربی ترین نقطه عراق برای این کار انتخاب شد. فاصله 3000 کیلومتری این پایگاه‌ها از مرز ایران به هیچ جنگنده‌ای اجازه رسیدن به این نقطه رو نمیداد. خیلی زود 80% تجهیزات و هواپیماهای عراقی به این پایگاه‌ها منتقل شد. ایرانی‌ها برای رسیدن به H3 یا باید از پایگاه‌های هوایی کویت و عربستان برای سوختگیری استفاده می‌کردند یا یکی از کشورهای ترکیه و سوریه اجازه این کار رو به اونها میداد، در حالی که ایران در جنگ با عراق کاملا تحریم بود و هیچ کشوری اجازه کمک کردن به ایران رو نداشت. از طرفی اوضاع نظامی عراق روی زمین بسیار خوب بود. 5 ماه از جنگ گذشته بود و عراق 17,000 کیلومتر از خاک ایران رو گرفته بود. عراقی ها شهرهای مرزی بسیاری از جمله خرمشهر رو اشغال کرده بودند. نیروی هوایی عراق هم با تمهید فرماندهانشون و انتقال هواپیماها به الولید خودشون رو احیا کردند و نیروی زمینیشون رو برای نگهداری از دستاوردها در جنگ حمایت می‌کردند. اوضاع عراق بسیار خوب بود و جنگ برای ایرانی‌ها به بنبست رسیده بود. اما اوایل اسفند ماه 1359 یک ملاقات محرمانه و عجیب در دفتر فرمانده نیروی هوایی ارتش شکل گرفت. 2 نفر از خلبان‌های بازنشسته نیروی هوایی طرح عملیات حمله به پایگاه‌های هوایی H3 رو برای سرهنگ فکوری فرمانده وقت نیروی هوایی آورده بودند. سرهنگ ایزدستا و سرهنگ هوشیار از جمله فرمانده وقت نیروی هوایی تیمسار فکوری، شهید فکوری از همدورای ایشون بودن که اینا هم حق به نوعش خودشون من به استادی قبولشون داشتم و پروازهای به شدت قرصی داشتن. ایزدستا و هوشیار به این فکر کرده بودند که هر طور شده
باید پایگاه‌های اجسه و هواپیماها و تجهیزات اون رو نابود کرد. همه سیستم پشتیبانی نیروی هوایی عراق اونجا جمع شده بود. اگه این اتفاق میافتاد بزرگترین ضربه به نیروی هوایی عراق وارد میشد و در روند جنگ تأثیر بسیار داره. جنگنده های F4 که به فانتوم شهرت داشتند جنگنده بمب‌افکن‌هایی بودند که از اونها در عملیات‌های برون مرزی استفاده میشد. فانتوم ها با قدرت و سرعت مانور بسیار بالا میتونستند با احتساب حمل مهمات زیاد 70 دقیقه پرواز کنند و این یک رکورد محسوب میشد. اما 70 دقیقه برای رسیدن به غرب عراق، مسیر امن برای پرواز، دور ماندن از رادارها و سیستم پدافند عراق و سوختگیری در بین راه فاکتورهای مهم برای طراحی این عملیات بود. ایزدستا و هوشیار اینطور برنامه ریزی کرده بودند که دو دسته پروازی فانتوم از نقطه صفر مرزی ایران و ترکیه و عراق خارج بشن و به سمت سوریه حرکت کنند. اونجا سوختگیری کنند، بعد به سمت پایگاه اجسه پرواز کنند و اونجا رو بکوبند و دوباره در سوریه سوختگیری کنند و به ایران برگردند. این طرح یه اشکال بزرگ داشت و اون هم این بود که سوریه در جنگ ایران و عراق خودش رو بی‌طرف اعلام کرده بود و با این طرح ایرانی ها باید از سوریه می‌خواستند که اجازه نشستن هواپیماهای جنگی رو توی یکی از فرودگاهاش بده. جواد فکوری به همراه طراحان عملیات نقشه عملیات رو برداشتند، پیش امام رفتند و ایشون رو در جریان گذاشتند. امام هم بلافاصله به اونها گفت که ما نمیتونیم از کشور سوریه که همچین انتظاری داشته باشیم و برید یه فکر دیگه‌ای بکنید. طراحی عملیات به بنبست رسید. ظاهراً برای رسیدن به اجسه راه طولانی در پیش. یکی دیگه از مشکلات انجام پروازهای جنگی اون موقع سیستم پدافند بسیار قوی عراقی ها بود. موشک‌های سم 2 و 3 که روس‌ها خودشون اونو تو خاک عراق نصب کرده بودن تا شعاع 60 مایلی و ارتفاع 20,000 پایی رو پوشش میداد و برای طراحی یک عملیات در خاک عراق همه این موارد باید 10 روز بعد از دیدار با امام سرهنگ ایزدستا و سرهنگ هوشیار پیش فرمانده نیروی هوایی رفتن و طرح جدیدشون رو ارائه دادن. بعد از اینکه فکوری اونو بررسی کرد و مطمئن شد که طرح جدید انجام شدنیه، سریع اونو تو دستور کار قرار داد تا عملیات هرچه زودتر انجام بشه. مشکل سوخت رسانی تو این طرح کاملا رفع شده بود و قرار شد که عملیات طی 4 مرتبه سوختگیری هوایی انجام بشه. اولین مرحله سوختگیری به وسیله 2 تانکر سوخترسان روی دریاچه ارومیه در مرز انجام میشد که چون تو خاک ایران بود هیچ مشکلی نداشت. اما قرار بود 2 مرحله سوختگیری دیگه هم تو نوار مرزی سوریه و عراق انجام بشه که نقشه اون کمی پیچیده بود. نقشه سوختگیری بسیار دقیق طراحی شد اما هیچ نمونه‌ای برای انجام این عملیات در دنیا وجود نداشت. در واقع انجام این عملیات فقط 5 نفر از وجود این طرح عملیاتی خبر داشتند. جواد فکوری فرمانده نیروی هوایی، محمد دانشپور فرمانده اطلاعات نیروی هوایی، فریدون ایزدستا، بهرام هوشیار و امام خمینی. امام در ملاقات دوم رضایتش را از طرح جدید اعلام کرد و بالاخره روز 15 فروردین ماه 1360 برای انجام عملیات انتخاب. بارگیری مهمات برای 8 فروند هواپیمای F4 انجام شد و خلبان‌ها آماده پرواز. ساعت 4:30 صبح روز 15 فروردین سال 1360 8 فروند فانتوم از پایگاه همدان برای انجام بی‌نظیرترین عملیات هوایی جهان از زمین بلند شد. هواپیماها در 2 دسته پروازی 4 تایی و با ارتفاع بسیار کم از سطح زمین به سمت دریاچه ارومیه حرکت کردند. سوختگیری اول رأس ساعت مقرر روی دریاچه ارومیه انجام شد و هواپیماها رفتند که از با خروج جنگنده های ایرانی از مرز
2 فروند هواپیمای F5 از پایگاه دوم شکاری تبریز بلند و به طرف پایگاه کرکوک عراق در شمال بغداد حرکت کردند. مأموریت این هواپیماها حضور در خاک عراق و کوبیدن پالایشگاه کرکوک و پایگاه هوایی جمجال بود، به نحوی که توجه سیستم و رادارهای عراقی رو به خودشون جلب کنند تا کسی متوجه حضور 8 فانتوم در نوار مرزی ترکیه و عراق به دلیل مسائل امنیتی در حین پرواز انجام هر گونه صحبت رادیویی ممنوع بود. ممکن بود هواپیماها در رادارها دیده نشن، اما یه صحبت رادیویی کوتاه یه جایی روی زمین شنیده بشه و موقعیت جنگنده ها و یا مأموریتشون رو لو بده. خلبانها برای ارتباط برقرار کردن با یکدیگه از علائم هواپیماها به محل سوختگیری دوم در جنوب خاک سوریه نزدیک می شدن و عقربه‌های بنزین خوابیده بود، اما هنوز خبری از تانکرهای سوخت نبود و در رادار فانتوم ها چیزی دیده نمی شد. چشم خلبانها به افق بود و دائم عقربه بنزین رو نگاه می کردن. بنزین همه فانتوم ها هم اندازه بود. اونا مسافت زیادی رو از دریاچه ارومیه تا اونجا اومده بودن و بیشتر از 10-15 دقیقه دیگه نمیتونستن به پروازشون. براتپور لیدر دسته پروازی از همه نگرانتر بود، اما اون میدونست که ایزدستا توی یکی از تانکرهای سوخت حضور داره و اهمیت موضوع رو از همه بیشتر درک میکنه. چند دقیقه بعد 2 تانکر سوخت رسان تو رادارها دیده شدن و هواپیماها به طرفشون رفتن. بعد از سوختگیری هواپیماها با باک‌های پر از بنزین به سمت الولی حرکتشون رو ادامه دادن. فانتوم‌ها خاک عراق رو در محدوده مرز اردن طوری دور زدن که از سمت غرب به 3 پایگاه هوایی مورد نظر حمله کنند. دلیل این کار هم غافلگیر کردن سیستم پدافند پایگاه‌ها. در حالی که 60% تجهیزات و هواپیماهای نیروی هوایی عراق در آتش می‌سوخت، قهرمانان ملی ایرانی به طرف کشورشون برمیگشتند. منوچهر طوسی به همراه بقیه خلبانها بعد از 5 ساعت پرواز به سلامت در پایگاه همدان نشستند و بی‌نظیرترین عملیات هوایی رو در دنیا به ثبت رسوندند. رادیو BBC و بسیاری از رسانه‌های مختلف جهان همون شب از عملیات بی‌نظیر ایرانی‌ها و نابودی پایگاه‌های الولید به عنوان یک عملیات خارق العاده یاد کردند. بعد از حمله به اجسه، نیروهای زمینی ارتش و سپاه تا 3 خرداد سال بعد با 4 عملیات سراسری تونستند کل سرزمین‌های اشغالی جنوب رو پس بگیرند و همه شهرهای اشغالی از جمله خرمشهر رو آزاد کنند.